به نام خدا سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. من میلاد سفری هستم و با یک آموزش از آموزش‌های 0 تا 100 سی شارپ در خدمتتون هستم. تو این بخش قراره یاد بگیریم چطور داده رو داخل برنامه ذخیره کنیم و باهاشون کار کنیم. اینجاست که بحث وریبل یا متغیرها و نوع داده دیتا تایپس ها وارد میشه. تعریف متغیر مثل یک جعبه است که ما میتونیم داخلش اطلاعات رو ذخیره کنیم. برای تعریف متغیر توی سی شارپ اول باید نوع داده رو مشخص کنیم، بعد اسم متغیر و در نهایت مقدارش. بریم تو کد بهتون نمایش بدم. نوع داده رو مشخص کنیم، اینتیجر. نام متغیر رو مشخص کنیم، مثلا هیت. مقدار متغیر مشخص کنیم 120. به این صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس نوع داده متغیر اینتیجر، نام متغیر ایج، مقداری که قراره توش بریزیم 25 روش مشخص میکنیم. انواع داده‌های پایه. چند نوع داده پرکاربرد در سی شارپ وجود دارن. اینتیجر عدد صحیح مثل 5 منفی 5 یا 10. دابل عدد اعشاری مثل 3-14. استرینگ متن مثل هلو. بولیان درست یا غلط یا همون بول مثل ترو و فالس. همینجا مشخص کردیم دابل، نوع داده، نام متغیر، مقداری که توش میریزیم. انواع داده هم دابل، استرینگ، بولیان. هر کدوم یه سری مقدارهای مشخصی رو خودشون قرار میده. اینتیجرم ویت یه عدد صحیح تو خودش قرار میده. میریم سراغ مبحث بعدی. میتونیم روی متغیرها عملیات انجام بدیم، بهشون میگن عملگر. متغیرها عملیات انجام بدیم بهشون میگن عملگر. اینتیجر A مساوی 5، اینتیجر B مساوی C یا 5 رو بریز تو A، 3 رو بریز تو B. میایم اینجا کنسول A به علاوه B. A به علاوه B چون A اینتیجر B هم اینتیجره، به صورت ریاضی عمل میکنه. این عملگر ریاضیه، عملگر منطقی بهش میگن. 8 جوابش میشه. A منهای B 2، A ضرب در B 15، A تقسیم بر B 1. یا به این صورت دو تا رشته رو میخوایم کانکت کنیم یا به هم بچسبونیم، از عملگرهای ریاضی یا منطقی استفاده میکنیم که میاد میگه first name پلاس فاصله last name میشه میلاد فاصله سفری. این اتفاقا میفته. ما میریم سراغ مبحث بعدی، تبدیل نوع داده یا کاستینگ. گاهی نیاز داریم نوع داده رو تغییر بدیم. یعنی چی؟ نوع داده ای که داریم میخوایم تغییرش بدیم. میریم سراغ این کار. دابل نامبر 9-8، اینتیجر نیو نامبر مساوی اینت نامبر. این چی کار میکنه؟ کستش میکنه، میگه به من بخش صحیحشو بده و 9 چاپ میکنه. به من بخش صحیحشو بده یعنی و 9 چاپ میکنه. یعنی چی؟ 9-8 اعشاریه. 9-8 اعشاریه. دابل عدد اعشاری میگیره. اینتیجر عدد صحیح میگیره، 32 بیتی میگیره. وقتی ما میخوایم اینو بریزیم داخل این ارور میده، واسه همین کستش میکنیم به اینتیجر. میگیم به اینتیجر کستش کن. پشتش چیکار میکنیم واسه کست کردن؟ یه علامت پرانتز باز میکنیم، داخلشون مقصدی که قراره کست بشه رو قرار میدیم که اینتیجره، پرانتز میبندیم پشت اون قرار میدیم. این اتفاق میفته. خب امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تو این بخش یاد گرفتیم متغیر چیه، چطور تعریف میشه، اما داده‌های پرکاربرد در سی شارپ چیه، عملگرا برای کار با اعداد متن رو یاد گرفتیم و از همه مهمتر تبدیل نوع داده ها رو یاد گرفتیم. حالا شما میتونید توی برنامه‌تون اطلاعات ذخیره کنید و باهاشون کار کنید. بخش بعدی میریم سراغ شرط ها و حلقه ها که برنامه رو هوشمندتر میکنه. خب امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از شما. خدا نگهدار.